در این درس سوال 109 و 112 رو کار میکنیم. در اینجا درباره موازنت است، یعنی همچون ترازو فکر کرده میتونیم. این نمودی سوال ها چه کار کنه میشود؟ در اینجا مهم است مسه و مسافه مسه از جای تکیهگاه بیایم. اگر این موازنه باشه نیا کنیم مساوی A و B 4 کیلوگرم است، یعنی این همگی چند میشود؟ 8 کیلوگرم میشود. و مسافه از جای موازنه چند است؟ 1 2 3 4، یعنی 8 ضرب 4 است. طرف راست اگر موازنه، طرف راست هم با همین باید برابر باشه. مسافه C رو ما نمیدونم، مسافه C نامعلوم است، لیکن مسافهش معلوم است 4 است. و از این موازنه، از این برابری ما مسافه C رو یافت میتونم. این برابری 8 کیلوگرم می باشد، یعنی 8 کیلوگرم است. همین مانند سوال 112 است، نیا کنیم با هم خیلی، لیکن در مسافه هر خیلی. باز در اینجا A و B مسه یک خیلی دارن، 4 کیلوگرمی، یعنی 8 کیلوگرم است. این تصویرات یا در موازنه است. مسه C رو یابیم میگوید. مسه C رو چقدر میابیم؟ 8 کیلوگرم از طرف چپ ضرب مسافه تا جای تکیهگاه، یعنی تا نقطه 4 ضرب 4. مسافه C با نمیدونیم، لیکن مسافه را میدونیم تا تکیهگاه چند؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 است. و از اینجا مدل کار میکنیم و اینجا وقت کار کنیم معلوم است که MC برابر 4 کیلوگرم است.